خامنه‌ای شما چیه که نمیشه از اون انتخاب کرد؟ این چه بلایی هست، چه میکروبی هست که نمیشه از اون انتخاب کرد؟ خامنه‌ای رو انتخاب کردیم که چی کفری خامنه‌ای رو این چه بلایی هست؟ این دامادش بود آقای تهرانی، خودت میدونی این آقای خمینی آقای خامنه‌ای را برای امامت جمعه تهران نصب کرد. آقای تهرانی نامش موجوده، تمام عالم میدونه، علما میدونن، نامه نوشت که تو آقای خمینی شما این چند ذات امام جمعه تهران نصب کردید، این لواط داده، خود شاهد من اهلهی، از خود بیت شهادت دادن، نامه نوشت شکایت کرد که تو شما شخصی را امام جمعه نصب میکنی در علاوه این که علم نداره، خودش اصلا لواط داده. شما آمدید میگید تو زیر سوال بودی، چیه کسی که خود خانواده‌اش میگه لواط داده اون رو چرا زیر سوال نبرم؟ من يوك مثلك اما المرات اللي الناس كانوا ينيتشون بيها كانت اقل بالنسبة لك. فهذا المطاط اللي حول دورك اصلا هذا بعد مو مطاط، من كثرة ما ناتشوك انت روح شوف علاج لطيزك حتى لا تغرق بله. ورط منکر فی مجلس. به نام سید مجتبی شیرازی. خب ایشون برای شما عرض کنم یکی از همین افرادی است که ازش تعبیر میشه دیوانه، یعنی جز این که ما بگیم دیوانه چیز دیگری نیست. کذبت لا ام لک، لا ام لک یعنی ما عندك تربیه. ما هم یه دیوانه‌ای داریم در لندن به نام مجتبی شیرازی، یه دیوانه‌ای هم در لس آنجلس. یعنی تو اگر یزیدی نباشی تو چی؟ تو برو کار بکن. اینها فعلا دارن شیعه را در تیررس وهابی ها قرار میدن و در لبه شمشیر وهابی رو ان يطبب راسه في طيز ابيه وفي طيز امه ايضا. فرد واحد قذر وسخ زنديق ملحد کافر منافق. خب این آقا به قول ازش قول میگن دین نداشته باش، هر کاری میخوای بکن. ابن الزانیه، ابن العاهره، ابن القحبه. حیا را کنار بگذار، هر چه از دست میاد انجام بده. یا من یوک. اینها عزیز من ملاک نیست، ما بارها هم گفتیم. یا عاوئیر ابی، همین آقای سید مجتبی شیرازی ابن القحبه، جز این که ما بگیم دیوانه چیز دیگری نیست. ابن القحبه. خیلی شما زیبا هستی و من برنامه‌ت نگاه میکنم به خاطر خودت و میخوام مفعول من باشی و از این حرفا. انت لا، انت ما تتمكن، انت روح شوف علاج لطيزك. تفاوتی نمیکنه به هر حال با چه کسی لواط کنم یا چه کسی با من لواط کنه. ناچو بس قلیل قلیل. ذاك با چه کسی لواط کنم یا چه کسی با من لواط کنه. واحد قذر وسخ ابن الزانية، ابن العاهرة، ابن القحبة. فرد شيء اصلا لا يصدق.